آنها با شبها با صدای تو اینجا هستی با آوای بوف، کتاب ها را به صوت در میآوری. ما همراه شبها در همه رویاها، در حس خیالی دنیا را بیشتر میبری. کتاب خموشان، داستان‌های کوتاه از آلبر کامو، ترجمه محمد مهدی شجاعی، از انتشارات چشمه. گویش عیسی. پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. مقدمه مترجم. این مجموعه در سال 1957 در فرانسه منتشر شده است. نام این مجموعه لو اکسیل الو رویامه بوده است، اما اسم هیچ کدام از داستانها این نیست. این اسم یعنی جلای وطن، انزوا، گوشه‌گیری و قلمرو پادشاهی، سلطنت، چون ریسمانی داستانها را و همینطور داستان سقوط را که قرار بود در این مجموعه بیاید، اما 1 سال زودتر در کتابی مستقل منتشر می شود، به یکدیگر وصل می کند. در این داستانهای کوتاه با کامویی مواجهیم که در آن دوران بسیار درگیر جنگ الجزایر بوده است و این دغدغه‌ها در بیشتر داستانهای این مجموعه دیده می شود، خصوصا در داستان میزمان. توضیح: میزمان مترادف میهمان است. سلطنت و قلمرو شخصیت‌های این داستان‌ها فرو ریخته است. شخصیت‌های این داستان‌ها معمولاً تنها هستند و از جامعه خود بیرون زدند. معصومیت خود را از دست دادند و گاه موقت و از روی توهم آن را باز می‌یابند. انزوا مضمون دیگر این داستان هاست. تنهایی خودخواسته یا ناخواسته. سبک از دغدغه‌های کامو در این کتاب است. گویی مضمون انزوا را با چند سبک متفاوت نوشته است، از مونولوگ گرفته تا واقع گرایی محض. تخیل او در مواجهه با بیابان احساس رهایی می کند و پر می کشد و تصاویری زیبا خلق می کند. در این داستانها نشانه‌های بسیاری از خود کامو می بینیم. در میزمان همان معلم است. کمی در اسم شخصیت داستان یعنی دارو دقیق شویم و ببینیم که چقدر شبیه تلفظ نام کاموست و چقدر دغدغه‌هایش شبیه اوست و چقدر پایان داستان شبیه است به سرنوشت کامو که دلش برای الجزایر میسوخت، اما الجزایری‌ها آنقدرها او را محرم نمی‌دانستند. در سال 1956 پس از سخنرانی در پاریس با موضوع فراخوانی برای آتشبس شهری در الجزایر، مخالفان به سالن می‌ریزند و سخنرانی او ناتمام می‌ماند. در داستان خموشان کامو با دقت بسیار از شغل بشکه‌سازی صحبت می‌کند. او با این حرفه آشنا بوده. یکی از اعضای خانواده‌اش، اتین، به این حرفه مشغول بوده است. همان کسی که در آدم اول نامش ارنست است. در داستان ژوناس یا هنرمند مشغول کار، یکی از دغدغه‌های مهم کامو را می‌بینیم: رابطه هنرمند با اجتماع، دوراهی انتخاب انزوا برای خلق اثری هنری و لزوم ارتباط و همبستگی با مردم برای هنرمند. سعی کردم در ترجمه به زبان کامو وفادار بمانم و داستانها در عین وحدت از یکدیگر متمایز باشند. نام داستان: زن هرجایی.
مدتی بود که مگسی لاغر در اتوبوس میچرخید. هرچند شیشه ها بالا بود، عجیب بود، بی صدا میرفت و میآمد، با پروازی خسته. از دیدرس ژانی بیرون میرفت. بعد او را میدید که بر دست بی حرکت شوهرش نشسته است. هوا سرد بود. با هر وزش ناگهانی باد پر از شن که به شیشه ها میخورد و صدای تیز میداد، مگس میلرزید. در نور اندک صبح زمستان، در میان قژاقژ شدید سقف آهنی و محورهای اتوبوس، ماشین میراند، تلو تلو میخورد، به زحمت پیش میرفت. ژانی شوهرش را نگاه کرد. دسته های نامنظم و سیخ سیخی موهای جوگندمی او روی پیشانی باریک و پرشکنش به پایین ریخته بود. دماغی پهن، دهانی ناموزون. ظاهر مارسل چون حیوانی عبوس بود. با هر چاله‌ای در جاده حس می‌کرد که به سمت او می‌جهد. بعد شوهرش بالاتنش را که سنگین هم بود یله می‌کرد تا بر پاهای بازش بیفتد. چشمانش بی حرکت، باز بدون جنبش و بی حس، گویی فقط دستانش زنده بودند و حرکت می‌کردند. دستانی چاق و بیمو. فلانلی خاکستری از آستین‌های پیراهنش می‌گذشت و مچ‌هایش را می‌پوشاند و دستانش را کوتاه‌تر می‌کرد. دستانش آنقدر سفت چمدان کوچک پارچه‌ها را گرفته بود. چمدان میان زانوانش بود که گویی آمده شده گنگ مگس را حس نمی‌کردند. ناگهان صدای فریاد باد واضح به گوش رسید و مهی از جنس خاک که اتوبوس را احاطه کرده بود غلیظتر شد. حالا گویی دستانی نامرئی مشت مشت شن به شیشه ها میپاچید. مگس ترسان از سرما بالی زد، بر پنجه هایش خم شد و پرواز کرد. اتوبوس سرعتش را کم کرد تا حدی که به نظر رسید توقف کامل کرد. بعد گویی باد آرام شد، مه کمی رقیق شد و اتوبوس باز سرعت گرفت. در منظره غرق در گرد و غبار حفره‌هایی از نور گشوده شد. 2 یا 3 نخل نحیف و سفید شده که گویی از فلزی آنها را تراشیده بودند، لحظه‌ای پشت شیشه نمایان شدند و بعد ناپدید شدند. مارسل گفت عجب جایی. اتوبوس پر بود از عرب‌هایی که خود را به خواب زده بودند. در برونوس‌های خود فرو رفته بودند. توضیح: برونوس نوعی لباس محلی است با کلاهی سرخود. بعضی از آنها پاها را بالا آورده بودند و بر اثر حرکت ماشین بیشتر از بقیه تکان تکان می‌خوردند. سرانجام سکوت و خونسردی آنها بر ژانین گران آمد و به نظرش رسید روزهاست که با این همراهان خاموش در سفر است. البته اتوبوس صبح زود راه افتاده بود. از ترمینال راه آهن و از 2 ساعت پیش در صبحی سرد در فلاتی سنگلاخی و بایر پیش می رفت. فلاتی که دست کم در آغاز خطوط مستقیم خود را تا افقهای سرخ رنگ ترسیم کرده بود. اما باد برخاسته بود و کم کم پهنه وسیعی را بلعیده بود. از آن پس مسافران دیگر چیزی ندیده بودند و یکی پس از دیگری ساکت شده بودند و در سکوت گویی در شبی بیخواب راه می‌پیمودند. گاه لبها و چشمانشان را خشک می‌کردند. شنهایی که راه خود را به ماشین باز کرده بود چشمانشان را می‌آزرد. ژانین با صدای شوهرش از جا پرید. بار دیگر اندیشید که این اسم چه مسخره و بلند و پرقدرت است. چون خودش. مارسل میخواست بداند کیف دستی نمونه پارچه ها کجاست. ژانین با پایش فضای خالی زیر نیمکت را جست و به چیزی برخورد و پیش خودش فکر کرد که کیف دستی همان است. در واقع نمیتوانست خم شود و به نفس نیفتد. البته در راهنمایی در ژیمناستیک نفر اول بود. نفس کم نمی آورد. زمان زیادی از آن موقع گذشته بود. 25 سال
قابل توجه نبود، چون در نظرش همین دیروز بود که میان زندگی آزاد و ازدواج دو به شک بود. همین دیروز بود که با ترس و نگرانی به روزی فکر میکرد که شاید در تنهایی پیر شود. تنها نبود و آن دانشجوی حقوق که هرگز نمیخواست ترکش کند حالا کنارش بود. سرانجام قبول کرده بود، با اینکه دانشجو کمی قد کوتاه بود و او نه زیاد از خنده‌های خسیسانه و کوتاهش خوشش می‌آمد و نه زیاد از چشمان سیاه بسیار نافذش. اما امیدش به زندگی را دوست داشت. در این موضوع با فرانسویان این کشور همداستان بود و وقتی حوادث یا انسانها خلاف انتظارش عمل می‌کردند، ظاهر پکر او را دوست می‌داشت. از همه بیشتر این را دوست می‌داشت که محبوب کسی باشد و مارسل در این زمینه هیچ کم نمی‌گذاشت. همیشه این حس را به او می‌داد که ژانین برای او ساخته شده است. کاری می‌کرد که احساس کند واقعاً وجود دارد. نه، تنها نبود. اتوبوس با بوغ‌های بلند از میان موانع نادیدنی راهی برای خود باز می‌کرد. البته کسی در ماشین تکان نمی‌خورد. ژانین ناگهان حس کرد که او را نگاه می‌کنند و برگشت سمت آن نیمکتی که از آن طرف راهرو تا نیمکت او جلو آمده بود. عرب نبود و ژانین تعجب کرد که وقت راه افتادن متوجه او نشده است. یونیفرم واحدهای فرانسوی صحرا را به تن داشت و کلاه کپی از پارچه‌ای طوسی رنگ بر صورت سبز و جدی او سایه انداخته بود. صورت کشیده و تیز او چون صورت شغال. مرد با چشمان روشنش او را ورانداز کرد. با مایه از غم زل زده بود به او. ژانین ناگهان سرخ شد و برگشت سمت شوهرش که هنوز مقابل خود را نگاه میکرد. مه و باد را خود را در بالا پوشش پیچاند، اما باز سرباز فرانسوی را میدید. بلند و لاغر، بسیار لاغر، با اورکوت مرتبش که گویی با ماده خشک و شکننده درست شده بود، مخلوطی از شن و استخوان. و در این لحظه بود که دستان لاغر و صورتهای آفتاب سوخته عربهایی را دید که مقابل او بودند و دید که ظاهراً آنها علی رغم لباسهای گل و گشادشان روی نیمکتهایی که او و شوهرش به زور روی آنجا می شدند خیلی راحتند. گوشه های بالا پوشش را جمع کرد. زیاد چاق نبود، قد بلند و توپر بود، یک پرده گوش داشت و هنوز خواستنی بود. این را در نگاه مردان می دید. با صورتی کمی بچگانه، چشمانی شاداب و روشن، در تضاد با هیکل بزرگی که می دانست گرم و پذیراست. نه، هیچ چیز آنطور پیش نمی رفت که او پیش بینی کرده بود. وقتی مارسل خواسته بود که او را با خود به این سفر طولانی ببرد، اعتراض کرده بود. مارسل از مدتها پیش به این سفر فکر کرده بود، دقیقاً از پایان جنگ، وقتی کار و کاسبی ها بار دیگر عادی شده بودند. پیش از جنگ تجارت کوچک پارچه که از پدر و مادرش به او رسیده بود، وقتی از تحصیل در رشته حقوق چشم پوشیده بود، کجدار و مریض زندگی آنها را میچرخاند. کنار ساحل سالهای جوانی میتوانست سالهای شادی باشد، اما مارسل زیاد از فعالیت جسمی خوشش نمی آمد و خیلی زود او را دیگر به ساحل نبرد. ماشین کوچک فقط برای گردش یک شنبه ها آنها را از شهر بیرون می برد. باقی اوقات مارسل پارچه فروشی رنگارنگ خود را ترجیح می داد. در سایه طاقی های آن محله نیمه بومی نیمه اروپایی بالای مغازه در 3 اتاق زندگی می کردند، با پرده های عربی و اساس فرانسوی باریس. بچه‌ای نداشتند، سالها گذشته بود و در ظلمت کرکره های نیمه بسته، تابستان ها، ساحل ها، گردش ها دور شده بودند. حتی آسمان نیز از آنها دور بود. ظاهراً چیزی جز کاروبار برای مارسل مهم نبود. ژانین فکر می‌کرد
هوس واقعی او را کشف کرده است، پول، و این را دوست نمی داشت و درست سر در نمی آورد که چرا، البته از آن بهره می برد. مارسل خسیس نبود، برعکس دست و دلباز بود، خصوصا برای او. می گفت اگر برای من اتفاقی بیفتد تو در امان خواهی بود، و البته باید در امان بود از نیازها. اما در مقابل باقی چیزهایی که به ساده ترین نیازها مربوط نمی شود، کجا باید پناه گرفت و در امان بود؟ و این موضوعی بود که از مدتها پیش به آن حسی گنگ داشت. منتظر بود و به مارسل کمک میکرد که کتابهایش را مرتب کند و گاهی جای او در مغازه میایستاد. دشوارترین زمان تابستان بود که گرما حتی احساس خوشایند ملال را نابود میکرد. ناگهان درست وسط تابستان جنگ. مارسل اول به جنگ فراخوانده شد، بعد رهایش کردند. نبود پارچه ها کار و کاسبی متوقف میشد. خیابانها خالی و گرم. از آن زمان به بعد اگر اتفاق میافتاد دیگر در امان نبود. برای همین بود که بعد از بازگشتن پارچه ها به بازار، مارسل تصمیم گرفته بود که خود به روستاهای فلات مرتفع و جنوب برود تا واسطه ها را حذف کند و شخصاً به تجار عرب پارچه بفروشد. خواسته بود ژانین را با خود ببرد. ژانین می‌دانست سفر دشوار است، سخت نفس می‌کشید، ترجیح می‌داد منتظرش بماند. اما مارسل مصر بود و چون مخالفت با مارسل انرژی زیادی می‌طلبید، موافقت کرد. حالا مشغول همین کار بودند و واقعاً هیچ چیز به خیالات ژانین شبیه نبود. از گرما و خیل مگس‌ها و هتل‌های کثیف پر از بوی رازیانه وحشت کرده بود. به سرما و سوز باد فکر نکرده بود. به فلات‌های نیمه قطبی پر از توده‌های یخ، به نخل‌ها و شن‌های روان فکر کرده بود. حالا جز بیابان چیزی نمی‌دید. بیابان شبیه تصوراتش نبود، فقط سنگ بود، همه جا سنگ. در آسمان نیز آسمانی سرد و پرهیاهو، فقط گرد و غبار سنگ‌ها حکم می‌راند و بر خاک نیز میان سنگ‌ها جز نیهای خشک چیزی نمی‌رویید. اتوبوس ناگهان ایستاد. راننده بدون اینکه مخاطب خاصی داشته باشد چند کلمه‌ای گفت به زبانی که ژانین تمام عمر آن را شنیده بود و هرگز چیزی از آن سر در نیاورده بود. مارسل پرسید چی شده؟ راننده این بار به فرانسه گفت که لابد شن راه کاربراتور را بسته است و مارسل دوباره به این سرزمین بد و بیراه گفت. راننده از ته دل خندید و خاطرش را جمع کرد که چیزی نیست. می رود و راه کاربراتور را باز می کند و دوباره راه خواهند افتاد. در را باز کرد. باد سرد به ماشین وارد شد و خیلی زود صورتهایشان را با هزاران دانه شن سوزناجین کرد. همه عرب‌ها صورتها را در برونوس‌هایشان بردند و در خود فرو رفتند. مارسل داد کشید در رو ببند. راننده برگشت سمت در و خندید. سر صبر از زیر کیلومتر شمار چند تا وسیله برداشت، بعد ریز نقش میان مه دوباره رفت سمت جلوی ماشین. ناپدید شد بدون اینکه در را ببندد. مارسل آهی کشید. خیال تخت در عمرش موتور ماشین رو ندیده. ژانین گفت ولش کن. ناگهان ژانین از جا پرید. روی خاکریزا خیلی نزدیک به اتوبوس اشکالی پیچیده در لباس بی حرکت ایستاده بودند. زیر کلاه برونوس‌ها و از پشت دیوار حجاب‌ها فقط چشمانشان دیده میشد. ساکت. معلوم نبود از کجا پیدایشان شده بود. مسافران را تماشا می‌کردند. مارسل گفت چوپان‌ها. توی ماشین سکوت مطلق. تمام مسافران با سرهای به زیر افکنده گویی به صدای باد گوش می‌دادند. باد در فلات‌های پهناور آزادانه رها شده بود. نبود تقریبی چمدان ناگهان ژانین را متعجب کرد. در تلمیلال راهن راننده چمدان آنها و چند بسته را با طناب روی سقف بسته بود. درون ماشین در رفها
فقط چوب دست‌های پرگره و چند زنبیل خالی بود. ظاهراً تمام مردم جنوب با دستان خالی سفر می‌کردند. اما راننده برگشت همچنان سرزنده، پشت حجابی که او نیز صورتش را با آن پوشانده بود. فقط چشمانش می‌خندیدند. خبر داد که راه می‌افتی. در را بست. باد خاموش شد و صدای باران شن بر شیشه ها بهتر به گوش رسید. موتور سرفه‌ای کرد، بعد خاموش شد. مدتها با استارت التماسش را کرد، بالاخره روشن شد و راننده با چند گاز فریادش را درآورد. با سکسکه‌ای بلند اتوبوس بار دیگر راه افتاد. از میان جمع ژنده‌پوش چوپانها که هنوز بی حرکت بودند دستی بلند شد، بعد در میان مه پشت سر آنها از میان رفت. تقریباً بلافاصله اتوبوس بار دیگر شروع کرد به بالا و پایین پریدن در جاده‌ای که بدتر شده بود. عرب‌ها مدام این سو و آن سو می شدند. با این حال ژانین حس کرد خواب دارد بر او چیره می شود. وقتی مقابل او جعبه‌ای کوچک و زرد رخ نمود، جعبه‌ای پر از کاد هندی، سرباز شغال به او لبخند می‌زد. مردد ماند، برداشت و تشکر کرد. شغال جعبه را پس کشید و ناگهان لبخندش را جمع کرد. حالا سرباز زل زده بود به جاده، مستقیم روبرویش را نگاه می‌کرد. ژانین برگشت سمت مارسل و جز گردن استوار او چیزی ندید. مارسل از میان شیشه ها مه غلیظی را تماشا می‌کرد که از خاکریزهای شکننده به هوا برمی‌خاست. ساعتها بود که می‌راندند و وقتی صدای فریادهایی از بیرون بلند شد، خستگی هر شور و حالی را در ماشین خاموش کرده بود. بچه‌های برونوس به تن مثل فرفره دور خود میچرخیدند، میپریدند، دست میزدند، دور اتوبوس میدویدند. اتوبوس حالا میان خیابانی طولانی میراند که اطرافش پر از خانه‌های کوتاه بود. به واحه وارد میشدند. هنوز باد میوزید، اما دیوارها مانع دانه‌های شن میشدند. شنها دیگر جلوی نور را نمیگرفت. با این حال آسمان همچنان گرفته مانده بود. از میان فریادها در هیاهوی بلند ترمزها، اتوبوس مقابل طاغی‌های خاکی هتلی با شیشه‌های کثیف ایستاد. ژانین پیاده شد. در خیابان حس کرد می‌لرزد. بالای خانه‌ها مناره‌ای زرد و لاغر دید. سمت چپ اولین نخل‌های واحه نمایان بود و دلش می‌خواست به سویشان برود. اما با اینکه نزدیک ظهر بود، سرما شدید بود. باد او را می‌لرزاند. برگشت سمت مارسل و اول از همه سرباز را دید که به دیدار او می‌آمد. منتظر لبخند یا سلامش بود. از او گذشت بدون اینکه نگاهش کند و ناپدید شد. سر مارسل گرم بود. داشت میگفت که چمدان پارچه ها را کیفی نظامی و سیاه پایین بیاورند. آن را روی سقف اتوبوس گذاشته بود. آسان نبود. راننده تنهایی به کار چمدان ها می رسید و حالا دست از کار کشیده بود. صاف روی سقف ایستاده بود تا نطق کند برای برونوس هایی که دور ماشین جمع شده بودند. ژانین در حصار صورتهایی که گویی آنها را از استخوان و چرم تراشیده بودند، کلافه از فریادهایی که از ته گلو برمی آمد، ناگهان احساس خستگی کرد. به مارسل که بی صبرانه با راننده حرف میزد گفت: من میروم بالا. وارد هتل شد. مدیر، یک فرانسوی لاغر و اونق، به پیشوازش آمد. او را به طبقه اول راهنمایی کرد. از راهروی گذشت که مشرف بر خیابان بود. به اتاقی رسیدند که ظاهراً چیزی نداشت جز تختی آهنی، یک صندلی که با رنگ سفید روغنی آن را نقاشی کرده بودند، یک اشکاف بدون پرده، پشت یک پاراوان حصیری، توالتی که لایه‌ای نازک از شن روشویی‌اش را پوشانده بود. وقتی مدیر در را بست، ژانین سرما را حس کرد. سرما از دیوارهای عریان می آمد، دیوارهایی که با آهک سفید شده بودند. نمیدانست کیفش را کجا بگذارد، خودش کجا بنشیند.
میبایست بخوابد یا سرپا بماند و در هر دو صورت از سرما میلرزید. سرپا ماند، کیف به دست زل زد به رخنه نزدیک سقف که به آسمان باز میشد. شبیه درزی بود که تیراندازان پشت آن میایستادند. منتظر بود، اما نمیدانست منتظر چه. فقط تنهایی خود را حس میکرد و سرمایی که به جانش نفوذ کرده بود و باری سنگین روی قلبش. در حقیقت فکر و خیال میکرد. تقریباً کر بود. صداهایی را که از خیابان میآمد و در میانشان ناگهان صدای مارسل نیز میآمد نمیشنید، اما دل داده بود به آن جوشش هیاهویی که از درز جاری بود و این صداها را باد از گشتن میان نخل‌ها به وجود آورده بود. نخل‌هایی که در نظر او حالا خیلی نزدیک بودند. بعد گویی باد شدیدتر شد. صدای لطیف جوشش بدل به صفیر امواج شد. تصور میکرد پشت دیوار دریایی است از نخل‌های رشید و منعطف که در طوفان سفید شده بودند. هیچ چیز شباهت نداشت به آنچه او انتظارش را میکشید، اما این امواج نامرئی چشمان خسته‌اش را شاداب کردند. ایستاده بود سنگین با دستان آویزان، کمی خمیده. سرما از پاهای درشتش بالا میرفت و به نخل‌های رشید و منعطف میاندیشید و به دخترکی که در گذشته بود. بعد از اینکه سر رویی شستند رفتند پایین به سالن غذاخوری. روی دیوارهای عریان شتر و نخل نقاشی کرده بودند، غرق در پس زمینه صورتی و بنفش. پنجره‌های تاقی شکل می‌گذاشتند نوری کمرمق وارد شود. مارسل از مدیر هتل اطلاعاتی در مورد تجار گرفت. بعد پیرمردی عرب که روی اوورکوتش مدالی نظامی داشت پیش خدمتی آنها را کرد. مارسل فکرش درگیر بود و نان را تکه کرد. زنش را منع کرد از نوشیدن آب. گفت نجوشیده است، شراب بخور. دوست نداشت، شراب سنگینش میکرد. علاوه بر این توی منو گوشت خوک بود. قرآن آن را ممنوع کرده است. به چی فکر میکنی؟ ژانین به چیزی فکر نمیکرد، یا شاید داشت به پیروزی آشپزها فکر میکرد، اما میبایست عجله میکرد. فردا صبح راه میافتادند، به جنوبتر میرفتند. باید بعد از ظهر همه تاجران مهم را میدیدند. مارسل به پیرمرد عرب گفت که زود قهوه بیاورد. پیرمرد با سر تأکید کرد بدون لبخند و آرام بیرون رفت. مارسل با خنده گفت صبحها آرام، عصرها نه زیاد تند. بالاخره قهوه رسید. نتوانستند زیاد با طمأنینه آن را بخورند و به خیابان پرگرد و خاک و سرد رفتند. مارسل جوان عربی را صدا زد تا کمکش کند چمدان را بیاورد، اما سر قیمت چانه زد. نظرش این بود. بار دیگر آن را به ژانین گفت که همیشه 2 برابر می‌خواهند تا ربعش را به آنها بدهیم. ژانین ناراحت بود. دنبال 2 حمال رفت. زیر بالاپوش گشادش لباس پشمی پوشیده بود. دلش می‌خواست جای کمتری بگیرد. خوک با اینکه خوب پخته شده بود و شراب کمی که نوشیده بود مضطربش کرده بود. از کنار پارک کوچکی گذشتند که درختان گرد و خاک گرفته داشت. عرب‌ها از سر راهشان کنار می‌رفتند. پایین برونوس‌هایشان را مقابل خود جمع می‌کردند و کنار می‌رفتند. انگار آنها را نمی‌دیدند. ژانین در آنها، حتی آنهایی که لباس‌های پاره پوشیده بودند، غروری می‌دید که در عرب‌های شهر خود آن را سراغ نداشت. ژانین دنبال چمدان می‌رفت. چمدان از میان جمعیت راهی برای او باز می‌کرد. از دروازه‌ای گذشتند که درون دیواری با گل اخرایی ساخته شده بود. به میدان کوچکی رسیدند که در آن نیز از همان درختان خاک گرفته کاشته بودند و در انتهایش در پهن‌ترین جای میدان درختان مرز طاغی‌ها و مغازه‌ها شده بودند. اما آنها در همان میدان ایستادند، روبروی ساختمانی کوچک و موشک شکل. آب آهکی آبی رنگ به آن زده بودند. درون ساختمان در تک اتاق که فقط در ورودی نورگیر آن بود، پشت الواری از چوب درخشان
پیرمردی عرب با سیبیل سفید بود، داشت چای آماده میکرد. قوری را بالای 3 لیوان کوچک رنگارنگ بالا و پایین میبرد. پیش از آن که بتوانند در تاریکی مغازه چیز دیگری تشخیص دهند، عطر خنک چای نعنا در درگاه به استقبال مارسل و ژانین آمد. هنوز از ورودی نگذشته بودند و از ریسه های مزاحم قوری های قلعی و فنجان ها و سینی ها آمیخته به استندهای کارت پستال که مارسل به پیشخوان رسید. ژانین همانجا ماند. کمی کنار رفت تا جلوی نور نباشد. در آن لحظه پشت سر پیرمرد تاجر در تاریکی 2 عرب را دید که لبخند زنان آنها را تماشا می کردند. روی کیسه های باد کرده‌ای نشسته بودند که آخر مغازه پر بود از آنها. فرش های سرخ و مشکی، روسری های گلدوزی شده را از دیوارها آویزان کرده بودند. زمین پر بود از کیسه ها و جعبه های کوچکی پر از دانه های معطر. روی پیشخوان در کنار ترازویی با کفی های مسین و براق و متری قدیمی با علائمی پاک شده، کله‌قندهایی به خط شده بودند. از روی یکی از آنها لفاف کاغذی آبی و بزرگش را پس زده بودند و آن را بالاتر گذاشته بودند. بوی پشم و ادویه در اتاق موج میزد و در پس عطر چای ظاهر میشد. آن زمان که پیرمرد تاجر قوری را روی پیشخوان گذاشت و سلام کرد. مارسل با عجله حرف میزد، با آن صدای بمی که برای صحبت از کسب و کار برمیگزید. بعد کیف را باز کرد، روسری ها و پارچه ها را نشان داد، ترازو و متر را کنار زد تا کالای خود را مقابل تاجر پهن کند. عصبانی میشد، صدایش را بالا می برد، بد جور می خندید. شبیه زنی بود که می خواهد مقبول باشد اما به خودش مطمئن نیست. حالا با دستانی کاملا باز ادای خرید و فروش را در می آورد. پیرمرد سرش را تکان داد، سینی چای را به 2 عرب پشت سرش داد و فقط چند کلمه گفت که ظاهراً مارسل را ناامید کرد. مارسل پارچه هایش را جمع کرد، آنها را در چمدان چپاند، بعد عرق نامحتمل روی پیشانی را خشک کرد. حمال قد کوتاه را صدا زد و رفتند سمت طاقی. در اولین مغازه با اینکه تاجر اول همان حالت خودآوار را به خود گرفته و تاقچه بالا گذاشته بود، کمی خوشحالتر بودند. مارسل گفت فکر میکنند خدا هستند اما فروشنده‌اند. زندگی برای همه سخت شده. ژانین بدون اینکه جوابی بدهد دنبالش رفت. باد تقریبا بند آمده بود. تکه هایی از آسمان باز میشد. نوری سرد و درخشان از حفره‌های آبی پایین می آمد. این حفره‌ها ضخامت ابرها را سوراخ می‌کردند. حالا از میدان بیرون آمده بودند. در کوچه‌های تنگ قدم می‌زدند. از کنار دیوارهای خاکی، بالای دیوارها روزهای خشک دسامبر یا هر از گاهی اناری خشکیده و کرم خورده، عطر خاک و قهوه، دود آتش‌هایی که با پوسته‌های درختان به پا کرده بودند، بوی سنگ، بوی گوسفند در این محل موج می‌زد. مغازه‌ها که در دیوارها فرو رفته بودند از یکدیگر دورتر می‌شدند. ژانین حس می‌کرد پاهایش سنگین شدند، اما شوهرش آرام آرام خوشحالتر می‌شد. شروع کرده بود به فروختن و مهربانتر شده بود. به ژانین گفت عزیزکم، سفر بیفایده نبود. ژانین میگفت حتما بهتر از مستقیم با آنها به توافق برسید. از مسیر دیگری به مرکز شهر برگشتند. عصر خیلی زود آغاز شده بود. حالا آسمان تقریبا صاف بود. در میدان ایستادند. مارسل دستهایش را به هم میمالید. با حالتی آسوده به چمدان مقابلشان نگاه کرد. ژانین گفت ببین. از آن طرف میدان عربی قد بلند می آمد. لاغر، قوی، پوشیده در برنوسی آبی آسمانی، با کفش‌های چرمی زرد و نرم، با دستکش، صورت عقابی و سبزش را بالا گرفته بود. فقط دستاری که به سر بسته بود از افسران فرانسوی یگانهای بومی متمایزش می‌کرد. افسرانی که ژانین گاه آنان را تحسین می‌کرد. قاعدتاً به سمت آنها می‌آمد.
اما گویی نگاهش معطوف به آن سوی گروه آنان بود. آرام دستکش را از یکی از دستهایش درآورد. مارسل شانه بالا انداخت و گفت خب این هم از این. یکی از آدم‌هایی که فکر می‌کنند ژنرال هستند. بله، همه در آنجا ظاهری متبختر داشتند، اما این یکی واقعاً اسد گذرانده بود. فضای خالی میدان آنها را در بر می‌گرفت و مستقیم به سمت چمدان می‌آمد، بدون اینکه نگاهی به چمدان کند، نگاهی به آنها کند. فاصله‌ای که میان آنها بود خیلی سریع کم شد و عرب به آنها رسیده بود. همان وقتی که مارسل ناگهان دسته چمدان را گرفت و آن را عقب کشید، عرب گذشت. ظاهراً چیزی توجهش را جلب نکرده بود. با همان سرعت به سمت دیوارهای قلعه رفت. ژانین شوهرش را نگاه کرد. همان حالت پکر را به خود گرفته بود. گفت فکر کردند حالا هر کار دلشان بخواهد میتوانند بکنند. ژانین جوابی نداد. حالش از تبختر ابلهانه آن عرب به هم میخورد و ناگهان احساس فلاکت بر وجودش چیره شده بود. میخواست برود. به آپارتمان کوچکش فکر میکرد. فکر برگشتن به هتل، به آن اتاق سرد، ناامیدش میکرد. ناگهان یادش افتاد که مدیر هتل به او توصیه کرده بود به ایوان قلعه برود. از آنجا بیابان را میدیدند. این را به مارسل گفت و گفت که میتوانیم چمدان را در هتل بگذاریم و برویم. اما مارسل خسته بود و میخواست قبل از شام کمی بخوابد. ژانین گفت خواهش میکنم. مارسل نگاهش کرد. ناگهان مهربان شد. حتما عزیزم. مقابل هتل منتظر مارسل شد. در خیابان جمعیت سفید پوش پرتعدادتر از گذشته بودند. در میان آنها حتی یک زن دیده نمیشد و اینطور به نظر ژانین رسید که تا امروز این همه مرد ندیده است. با این همه هیچ کدامشان او را نگاه نمی‌کردند. بعضی از آنها بدون آنکه معلوم باشد او را نگاه می‌کنند، آرام به سوی او رو برمی‌گرداندند. آن صورت‌های نحیف و آفتاب سوخته که در نظرش همه‌شان را شبیه همدیگر می‌کرد، صورت سرباز فرانسوی در اتوبوس، صورت عرب دستکش به دست، صورت هم فریبکار و هم متبختر، این گونه به بیگانه ای رو می‌کردند، او را نمی‌دیدند و بعد سبک و ساکت از کنار او می‌گذشتند. او که قوزک پایش ورم کرده بود و این ناراحتی، این نیاز به رفتن بیشتر می‌شد. چرا آمدم؟ اما مارسل آمده بود پایین. وقتی از پلکان قلعه بالا می‌رفتند، ساعت 5 عصر بود. باد کاملا خوابیده بود. آسمان کاملا صاف بود. حالا آبی آسمان شبیه گل تلفنی بود. سرما خشکتر شده بود. به گونه‌هایشان سوزن می‌زد. وسط پلکان پیرمردی عرب به دیوار تکیه داده بود. از آنها پرسید می‌خواهند راهنمای آنها باشد، اما تکان نخورد. گویی از پیش مطمئن بود که قبول نمی‌کنند. پلکان طولانی و تیز علیرغم پاگردهای خاکی زیادش رفته رفته فضا بازتر می‌شد و در نوری گسترده‌تر و سرد و ناب بالا می‌رفتند، به جایی که هر صدایی از واحه با وضوحی ناب به گوششان می‌رسید. هوای درخشان گویی در اطراف آنها می‌لرزید. لرزشش هرچه بیشتر می‌رفتند پیشتر می‌شد. گویی عبور آنها بر بلور نور موجی از صوت پدید می‌آورد و موج گسترده تر می‌شد. لحظه‌ای که به ایوان رسیدند، نگاهشان ناگهان در آن سوی نخلستان در افقی نامتناهی گم شد. ژانین حس کرد تمام آسمان با نوتی ناگهان و کوتاه می‌لرزد و پژواکش آرام آرام فضای بالای سرش را پر می‌کند. بعد پژواکش ناگهان ساکت شد تا او را مقابل پهنه‌ای بی حد و مرز ساکت رها کند. در واقع از شرق تا غرب نگاهش آرام میچرخید بدون اینکه حتی به مانعی برخورد کند. هلالی کامل را طی کرد. زیر پایش ایوانهای آبی و سفید شهر عربی بر سر یکدیگر سوار بودند.
نقاط سرخ تیره، فلفل‌هایی که در خورشید خشک می‌شدند چون لکه‌های خون بر ایوان‌ها. کسی را نمی‌دیدی، اما حیاط‌های اندرونی با بوی عطر قهوه‌ای که رست می‌شد و صدای خنده‌ها یا صدای مبهم قدم‌ها خود را تا او می‌رساندند. کمی دورتر نخلستان با دیوارهای رسی به مربع‌های نابرابر تقسیم شده بودند. صدای گنگ وزش باد بر فراز نخل‌ها به گوش می‌رسید. بادی که دیگر بر ایوان آن را حس نمی‌کردند، دورتر تا افق قلمرو سنگ‌ها، اخرایی و خاکستری آغاز می‌شد. آنجا که هیچ حیاتی رخ نمی‌نمود. کمی دورتر از واحه در غرب نزدیک وادی اطراف نخلستان سیاه چادرهای بزرگی دیده می‌شدند. دور چادرها گله‌ای از شترهای تک‌کوهان بی حرکت از این فاصله کوچک بر خاک خاکستری نشانه‌های تیره ترسیم می‌کردند، چون نوشته غریب که باید معنایش را رمزگشایی می‌کردند. بالای بیابان سکوت چون فضا لایتناهی بود. ژانین با تمام هیکلش به جانپناه قلعه تکیه داده بود. حرف نمی‌زد. نمی‌توانست خودش را از فضای پوچی جدا کند که مقابلش گسترده شده بود. کنار او مارسل این پا و آن پا می‌کرد. سردش بود. می‌خواست برود پایین. جذابیت اینجا آخر چه بود؟ اما ژانین نمی‌توانست از افق چشم بردارد. آنجا پیشتر در جنوب، آنجا که آسمان و زمین در خطی واضح به یکدیگر می‌پیوستند، ناگهان به نظرش رسید چیزی منتظر اوست، چیزی که تا آن روز نادیده گرفته بودش اما همیشه محتاجش بود. در عصری که رو به غروب می‌رفت، آرام آرام نور خورشید بیرمق می‌شد. از بلور بدل به مایعی می‌شد و همزمان در دل زنی که فقط و فقط اتفاق او را به اینجا آورده بود، گره‌ای که گذر سالها عادت و ملال آن را محکم کرده بود، آرام باز می‌شد. به چادرهای عشایر نگاه کرد. حتی آدم‌هایی که در آنجا زندگی می‌کردند ندیده بود. در میان سیاه چادرها چیزی نمی‌جنبید و با این حال فقط به آنها می‌توانست فکر کند، به کسانی که تا آن روز حتی از وجودشان بیخبر بود. بی خانمان، بریده از عالم و آدم، مشتی آدمیزاد که در میان سرزمینی پهناور سرگردان بودند و او این سرزمین را با چشمانش کشف می‌کرد. با این همه آنچه او به چشم می‌دید قسمت کوچکی بود از فضایی بزرگتر. سرعت بسیار زیاد این فضا هزاران کیلومتر آن سوتر متوقف می‌شد. هزاران کیلومتر جنوبتر، آنجا که اولین رود جنگلی را بارور می‌کرد. از ازل بر این زمین خشک که تا مغز استخوان شیرش را کشیده بودند. در این سرزمین پهناور انسان‌های بیوقفه در حرکت بودند. هیچ نداشتند اما خدمت کسی را نمی‌کردند. سروران بینوا و آزاد قلمرو غریب. ژانین نمی‌دانست چرا این فکر وجودش را از غمی شیرین و عظیم آکنده است. چنان شیرین و عظیم که چشمانش را بست. فقط می‌دانست نوید این قلمرو تا ابد به او داده شده بود. با این حال هرگز این قلمرو از آن او نخواهد بود. هرگز، مگر در این دم فرار شاید که چشمانش را گشوده بود بر این آسمان که ناگهان از حرکت ایستاده بود و بر این امواج نوری پایدار، همان زمان که اصواتی که از شهر اعراب برمیخواست ناگهان خاموش شده بود. این طور به نظرش رسید که عالم از حرکت ایستاده است و هیچ کس از این لحظه به بعد نه پیر خواهد شد نه خواهد مرد. همه جا حیات معلق گشته بود، جز در دل او که در آن لحظه کسی از درد و هیجان می‌گریست. اما نور به حرکت درآمد. خورشید بدون گرما و درخشان به سمت غرب پایین رفت. غرب کمی سرخ شده بود. حال آنکه موجی خاکستری در شرق شکل می‌گرفت. مهیای اینکه آرام بر پهنه وسیع چیره شود. اولین سگ فریاد کشید.
فریاد دوردست او به هوا برخاست، هوایی که سردتر شده بود. ژانین متوجه شد که دندانهایش به هم میخورد. مارسل گفت تلف شدیم از سرما، دیوانه‌ای، برگردیم. مارسل با بی‌حوصلگی دستش را گرفت. ژانین حالا مطیع بود. به قلعه پشت کرد و دنبالش رفت. پیرمرد عرب پای پلکان بی حرکت پایین آمدنشان را به سمت شهر تماشا میکرد. ژانین قدم میزد بدون اینکه کسی را ببیند، خمیده زیر بار خستگی شدید و ناگهانی. تنش را میکشید، وزنش حالا در نظرش غیر قابل تحمل بود. شور و حالش او را ترک گفته بود. حالا حس میکرد برای این دنیایی که با آن وارد شده است بسیار بزرگ و کت و کلفت و سفید است. بچه‌ای، دخترکی جوان، مردی لاغر، شغالی گریزان، تنها موجوداتی بودند که می توانستند آرام و ساکت در این سرزمین بچرخند. از این پس اینجا چه کار میکرد جز کشاندن خود به بستر خواب، به بستر مرگ؟ واقعا خود را کشاند. تا رستوران رفت، تا مقابل شوهری که ناگهان کم حرف شده بود یا از خستگی خود حرف میزد. حالان که او با ضعف تمام مقاومت میکرد در مقابل زکامی که اوج گرفتن تبش را حس میکرد، خود را تا تختش کشید. مارسل به او پیوست. خیلی زود بدون اینکه از او بپرسد چراغ را خاموش کرد. اتاق سرد بود. ژانین حس میکرد سرما بر او چیره میشود و در همان زمان تب شدت میگیرد. بعد نفس میکشید. نبضش میتپید اما گرمش نمیکرد. ترسی در دلش خانه میکرد. برگشت. تخت آهنی قدیمی زیر وزنش سر و صدایی به پا کرد. نه، نمیخواست مریض شود. شوهرش به همین زودی خوابیده بود. او هم میبایست بخوابد. میبایست. صداهای خفه شهر از درز نزدیک سقف تا او میرسید. گرامافون‌های قدیمی کافه‌های اسپانیایی ترانه‌هایی را فریاد می‌کشیدند که جسته گریخته آنها را بلد بود. هیاهوی جمعیتی آرام این صداها را تا او می‌رساندند. میبایست بخوابد اما سیاه چادرها را میشمرد. پشت پلک‌هایش شترهای بی حرکت در آمده شد بودند. گردباد تنهایی عظیمی در وجودش بود. بله، برای چه آمده بود؟ با این سوال به خواب رفت. بعدتر بیدار شد. سکوت اطرافش محض بود، اما در مرزهای شهر در شبی خاموش سگ‌ها فریادی تیز و خشدار سر داده بودند. ژانین لرزید، باز چرخید. مقابل خود شانه‌های قوی شوهرش را دید و ناگهان در میان خواب و بیداری به آغوش او پناه برد. بر سطح خواب میچرخید اما به آن وارد نمیشد. با ولعی ناخودآگاه به آن شانه چسبیده بود. گویی به مطمئن ترین پناهگاه خود چنگ زده بود. حرف میزد اما صدایی از دهانش بیرون نمی آمد. حرف میزد اما اگر صدای خود را میشنید نجوایی بسیار آرام بود. فقط گرمای مارسل را حس میکرد. بیش از 20 سال هر شب همینطور در گرمای او، همیشه خودشان 2 نفر، حتی بیمار، حتی در سفر. مثل حالا تنها در خانه چه میکرد؟ بچه‌ای نبود. همین کمبود او نبود. نمیدانست. دنبال مارسل می آمد. همین و بس. خوشنود بود از اینکه حس کند کسی به او محتاج است. مارسل خوشی دیگری به او نمیداد جز اینکه حس کند حضورش ضروری است. بی تردید او را دوست نمی داشت. عشق، حتی عشقی توأم با نفرت، سیمایی چنین افسرده نداشت. سیمایش چه بود؟ در شب یکدیگر را دوست می داشتند بدون اینکه یکدیگر را ببینند. کورمال. عشقی جز عشق سایه ها و ظلمت ها وجود داشت. عشقی که در روز روشن فریاد بکشد. نمیدانست. این را میدانست که مارسل به او نیاز داشت و خودش محتاج این نیاز بود و شب و روز، خصوصا شب، هر شب زنده به این حس بود. شبهایی که مارسل نمیخواست تنها باشد، نمیخواست پیر شود یا بمیرد.
با آن حالت لجوج و سمجی که به خود می گرفت و ژانین گاه آن را در صورت مردهای دیگر نیز دیده بود. تنها حالت مشترک این دیوانگان آن را در پس منطق و عقل پنهان می کنند تا وقتی که جنون فرا بگیردشان و نومیدانه آنها را به سوی تن یک زن بکشاند تا بدون شور و شوق درون آن تن چیزهای ترسناکی را پنهان کنند که شب و تنهایی نشانشان داده بود. مارسل کمی تکان خورد. گویی می‌خواست از او دور شود. نه، مارسل او را دوست نمی داشت. می ترسید از آنچه ژانین نبود. همین. و مارسل و ژانین از مدتها پیش می بایست از یکدیگر جدا می شدند و تا آخر عمر تنها می خوابیدند. اما کسی می تواند تا همیشه تنها بخوابد؟ مردانی این کار را می کردند. مردانی که وظیفه یا فلاکت آنها را از بقیه جدا کرده بود و تمام شبها در تخت مرگ می خوابیدند. مارسل هرگز نمی توانست چنین باشد. ابداً نمی توانست. بچه‌ای ضعیف و بی‌دفاع که همیشه از درد و رنج می ترسید. بله، بچهش، کسی که به ژانین محتاج بود. در این لحظه ناله‌ای کرد. ژانین کمی بیشتر به آغوشش نزدیک شد. دستش را روی سینه‌اش گذاشت. در دل او را با نام عاشقانه‌ای صدا زد که مدتها پیش او را به این نام صدا زده بود. مدتها بود که یکدیگر را به این نام می‌خواندند، اما دیگر به معنای آن فکر نمی‌کردند. از صمیم دل او را صدا زد. وانگهی ژانین نیز محتاج او بود. محتاج نیروی او، محتاج وسواس‌های کوچک او. ژانین نیز از مرگ می‌ترسید. اگر بر این ترس پیروز شوم خوشحال خواهم بود. در همان لحظه هراسی غریب بر او چیره شد. از مارسل فاصله گرفت. نه، بر چیزی پیروز نمی‌شد. خوشحال نمی بود. می‌مرد و در حقیقت از آسودگی خبری نبود. دلش آزارش می‌داد. زیر باری عظیم نفسش به شماره افتاده بود. باری که ناگهان آن را کشف کرده بود. باری که از 20 سال پیش حملش می‌کرد و حالا زیر این بار با تمام توانش مبارزه می‌کرد. می‌خواست آسوده باشد، حتی اگر مارسل، حتی اگر دیگران هرگز آسوده نباشند. بیدار بود. روی تخت نشست و به ندایی گوش داد که در نظرش بسیار نزدیک بود. اما از گوشه و کنار شب فقط صدای ضعیف و خستگی ناپذیر سگ‌های واهه به گوشش می‌رسید. بادی ضعیف برخاسته بود و جریان سبک آن را در میان نخلستان می‌شنید. از جنوب می‌آمد، آنجا که بیابان و شب به یکدیگر می‌پیوستند. زیر آسمانی که باز بی حرکت شده بود، آنجا که هر حیاتی متوقف می‌شد، آنجا که دیگر کسی نه پیر می‌شد و نه می‌مرد. بعد جریان باد خاموش شد و دیگر حتی مطمئن نبود که چیزی شنیده باشد جز ندایی خاموش که خود می‌توانست به دلخواه خود ساکتش کند یا به آن گوش بسپارد. ندایی که دیگر هرگز معنایش را در نمی‌یافت اگر همین حالا به آن پاسخ نمی‌داد. بله، همین حالا. دست کم این موضوع قطعی بود. آرام بلند شد و بی حرکت ماند. از نزدیکی تخت به نفس کشیدن شوهرش با دقت نگاه کرد. مارسل خواب بود. لحظه‌ای بعد گرمای تخت از تنش رخت بربست و سرما او را فرا گرفت. آرام لباس پوشید. در نوری ضعیف که از چراغ‌های خیابان می‌آمد، از میان کرکره‌های چوبی ساختمان کورمال دنبال لباسهایش گشت. کفش به دست به در رسید. باز لحظه‌ای منتظر ماند در تاریکی و بعد آرام در را باز کرد. چفت در جیر کرد. بی حرکت شد. قلبش دیوانه‌وار می‌تپید. گوش تیز کرد و سکوت خیالش را جمع کرد. باز کمی دیگر دستش را چرخاند. چرخش چفت گویی تمام نمی‌شد. بالاخره در را کامل باز کرد. به بیرون خزید و با همان دقت و احتیاط در را بست. بعد گونه‌اش را به چوب چسباند. منتظر ماند. بعد از لحظه‌ای از دور متوجه صدای نفس‌های مارسل شد
برگشت. بر صورتش هوای سرد شب را حس کرد و در راهرو دوید. در هتل بسته بود. وقتی داشت با قفل در بر میرفت، نگهبان شب بالای پلکان پیدایش شد. با چهره‌ای در هم و به عربی با او حرف زد. ژانین گفت برمیگردم و خود را در شب انداخت. ریسه های ستارگان از آسمان سیاه بر فراز نخلستان و خانه ها پایین آمده بودند. در خیابان کوتاه می دوید که حالا خالی بود. خیابان به قلعه می رسید. سرما که دیگر مقابل خورشید مبارزه نمی کرد، شب را تسخیر کرده بود. هوای سرد ششهایش را می سوزاند، اما می دوید. در تاریکی نیم کور بود. با این حال آخر خیابان نورها ظاهر شدند و از هر سو به سوی او آمدند. ایستاد. متوجه صدای جیرجیری شد و در پس نورهایی که بزرگ می شدند دست آخر برونوس‌های بزرگ دید. زیر برونوس‌ها چراغ‌های نحیف دوچرخه‌ها برق می‌زد. برونوس‌ها از نزدیک او گذشتند. 3 چراغ قرمز پشت سر او ظاهر شدند و خیلی زود ناپدید شدند. دویدن به سوی قلعه را از سر گرفت. وسط پلکان سوزش هوا در ششهایش چنان شدید شد که می‌خواست بایستد. آخرین شور حالش علی‌رغم عجزش او را بر ایوان انداخت، بر جانپناهی که حالا شکمش را می‌فشرد. نفس می‌زد. همه چیز جلوی چشمانش در هم و بر هم بود. دویدن گرمش نکرده بود. تمام تنش می‌لرزید، اما هوای سردی که نامنظم بلعیده بود خیلی زود آرام و منظم در وجودش جاری شد. گرمای خفیف آرام آرام از میان لرزش ها پیدا شد. بالاخره چشمانش بر جهان شب گشوده شد. هیچ بادی نبود، هیچ صدایی نبود، جز گاهگاهی ترق ترق‌های خاموش سنگ‌هایی که سرما آنها را به گرد و غبار تبدیل می‌کرد. هیچ چیز مزاحم آن تنهایی و سکوتی نمی‌شد که ژانین را در بر گرفته بود. اما بعد از لحظه‌ای چنین گمان کرد که گردبادی شدید آسمان بالای سرش را در خود کشید. در میان لایه‌های ضخیم شب سرد و خشک هزاران ستاره بی‌وقفه پدیدار می‌شدند و قندیل‌های درخشانشان در همان آن از آنها جدا می‌شدند و آرام آرام به سوی افق می‌رفتند. ژانین نمی‌توانست از این شعله‌های پراکنده چشم بردارد. با آنها میچرخید و همین حرکت ساکن و آرام رفته رفته او را با عمیق‌ترین قسمت وجودش پیوند داد. آنجا که حالا سرما و تمنا با یکدیگر در جنگ بودند. مقابل او ستارگان یکی یکی میافتادند. بعد میان سنگ‌های بیابان خاموش میشدند و هر بار ژانین بیش از گذشته دل به شب میداد، نفس میکشید. سرما را از یاد برده بود. سنگینی آدم‌ها را از یاد برده بود. زندگی بی‌معنا و دشوار را، هراس پایدار زیستن و مردن را فراموش کرده بود. بعد از این همه سال که از ترس گریخته بود، دیوانه‌وار و بی هدف دویده بود، بالاخره ایستاد و در همان آن چنین به نظرش رسید که ریشه‌های خود را باز یافته است. باز صمغی در تنش جاری شده است، تنی که دیگر نمی‌لرزید. تمام شکمش به جانپناه چسبیده بود. به سوی آسمان گذرا رو کرده بود. فقط منتظر این بود که دل هنوز زیر و برش آرام گیرد و سکوت در وجودش حکم فرما شود. آخرین ستاره‌های صور فلکی خوشه‌های خود را کمی پایین‌تر از افق بیابان انداختند و بی حرکت ماندند و با لطافتی تاب نیاوردنی خنک‌های شب آرام آرام وجود ژانین را آکند. سرما را احاطه کرد. کم کم از مرکز تاریک وجودش بالا آمد و با امواجی بی‌وقفه تا دهان پر از ناله‌اش رسید. لحظه‌ای بعد تمام آسمان بر فراز او گسترده می‌شد، بر او که روی زمین سرد افتاده بود. وقتی ژانین برگشت با همان دقت و احتیاط، مارسل بیدار نشده بود.
اما وقتی ژانین دراز کشید ناله‌ای کرد و چند ثانیه بعد ناگهان بلند شد. حرف میزد و ژانین از حرفهایش چیزی سر در نمی آورد. بلند شد، چراغ را روشن کرد. ژانین سیلی محکمی از نور خورد. مارسل تلو تلو خوران رفت سمت روشویی و از بطری آب معدنی که آنجا بود طولانی آب نوشید. آمد تا زیر لحاف برود. زانویی را روی تخت گذاشته بود. ژانین را نگاه کرد اما چیزی نفهمید. ژانین میگریست، نمیتوانست جلوی خود را بگیرد. میگفت چیزی نیست عزیزم، چیزی نیست.